خب بریم سراغ بخش دوم گفتگومون که در رابطه با کلیسای کاتولیک هستش و کانون کلیسای کاتولیک مثل کتابای مثل آپوکریفا و کانونی که اونا دارن. قسمت بعدی سوالاتی که میخوام از برادران بپرسیم در رابطه با کلیسای کاتولیک و کانون به قول معروف کتاب مقدسی هستش که کاتولیکا بر اون باور دارن و کتاب‌های آپوکریفایی که ببینیم که به چه شکل هستش. اولین سوال اینه که خب کانون کاتولیکا به چه شکل هستش؟ خب وقتی ما در مورد کانون کتاب مقدس صحبت می‌کنیم، اکثر مردم متوجه این موضوع هستن که کتاب مقدس کاتولیک کمی با کتاب مقدس پروتستان تفاوت داره. کسانی که با کتاب مقدس کاتولیک آشنایی دارن میدونن کتاب‌هایی در اون وجود داره که در کتاب مقدس پروتستان وجود نداره. اما این مربوط به عهد جدید نمیشه. عهد جدید هم برای پروتستان ها و هم برای کاتولیک ها همون 27 کتابو داره. تفاوت در عهد عتیقه. در واقع در عهد عتیق یه مجموعه کتاب وجود داره که کاتولیکا بهش میگن آپوکریفا. واژه آپوکریفا در واقع به معنی پنهانه. این واژه به مجموعه کتاب‌هایی اشاره داره که بعد از کامل شدن کتاب‌های عهد عتیق و قبل از آمدن عیسی قرار گرفتن. در دوره‌ای که ما بهش میگیم دوره زمانی بین آزمایشی، این مجموعه شامل کتاب‌هایی مثل اول و دوم مکابی، جودیت و توبیت و غیره است. در قرن 16 شورای ترنت کلیسای کاتولیک رومی این کتاب‌ها رو رسما جزئی از کتاب مقدس معرفی کرد و اونا رو به عهد عتیق اضافه کرد. پس اگه کتاب مقدس کاتولیک رو دیده باشید متوجه میشید که کمی بزرگتر از کتاب مقدس پروتستانه، چون شامل این کتابای اضافی هم میشه. خب مردم وقتی همچین چیزی رو میبینن براشون سوال پیش میاد و میگن چرا ما باید کتاب‌هایی که در کتاب مقدس پروتستان وجود داره رو بپذیریم؟ خب دلایل زیادی برای این وجود داره، اما مهمترین دلیل برای اینکه پروتستانا این کتاب‌های اضافی رو قبول ندارن اینه که نویسندگان عهد جدید هم این کتاب‌ها رو قبول نداشتن. بذارید منظورم رو واضح‌تر بهتون بگم. وقتی عهد جدید رو میخونیم میبینیم که عیسی زیاد از عهد عتیق صحبت میکنه. در واقع در سرتاسر عهد جدید اون به عهد عتیق استناد میکنه، ازش نقل قول میکنه و بهش ارجاع میده. پولس هم همین کارو میکنه، همینطور پتروس، یوحنا و همینطور سایر نویسندگان عهد جدید و از جمله لوقا. در واقع در عهد جدید بارها و بارها به عهد عتیق استناد میشه. و جالب اینجاست که حتی یه بارم نمیبینیم که نویسندگان عهد جدید به کتابی از آپوکریفا استناد کرده باشن. حتی یه بار تمام کتابایی که نویسندگان عهد جدید به اونا استناد میکنن مربوط میشن به کانون عهد عتیق پروتستان و این حقیقت فوق‌العاده است، چون اگه کتابای آپوکریفا حقیقتا از جانب خدا بودن و اگه در این برهه زمانی به یهودی‌ها الهام شده بودن، پس نویسندگان کتاب مقدس میبایست حداقل اشاره‌ای به اونا میکردن. اما همچین چیزی رو به هیچ وجه نمیبینیم. در عهد جدید هیچ اشاره‌ای به این نشده که این کتاب‌ها با الهام از خدا نوشته شدن و بخشی از کلام خدان. این یه دلیل بسیار مهم برای اینه که پروتستان‌ها این کتاب‌ها رو نمیپذیرن. به عبارت دیگه پروتستان‌ها این کتاب‌ها رو باور ندارن، چون عیسی و رسولان دیگه هم اونا رو باور نداشتن. قوم اولیه یهود در اسرائیل که عیسی و رسولان هم جزئی از اونا بودن ظاهراً اعتقادی به این کتاب‌های اضافی به عنوان بخشی از کتاب‌های مقدس نداشتن. اگه داشتن حداقل یه بار در تمام عهد جدید اشاره‌ای به اونا می‌کردن یا نقل قولی از اونا بیان می‌کردن. خب پس بیاین یه لحظه به این فکر کنیم. همه ما میدونیم که عیسی چقدر با رهبران یهود در زمان خودش مخالف بود، اما با فریسیان و صدوقیان در تمام زمینه‌ها مخالف بود. اما اگه توجه کرده باشید اونا هرگز در مورد کانون عهد عتیق با هم مخالفتی نداشتن. هیچ وقت پیش نیامد که عیسی نقل قولی از عهد عتیق بیان کنه و اونا بگن این مربوط به کتاب مقدس ما نیست. اونا هیچ وقت در مورد کتاب‌های عهد عتیق با هم اختلافی نداشتن. این موضوع بسیار مهمیه و به ما نشون میده که عهد عتیق در زمان عیسی کاملا تایید و تصویب شده بوده. عالی بود و مرسی که با ما به اشتراک گذاشتین. امیدوارم که تا اینجای صحبت برای شما ایزان مفید بوده باشه. سوال بعدی که خیلی مهم هستش، خیلی از مسیحیان معتقد هستن که این کلیسا بود که کتاب مقدس رو اختراع کرد و سوال من از برادرمون این خواهد بود. خب این یه تصور غلطه که بین مردم رواج پیدا کرده. این تصور که کانون کتاب مقدس توسط کلیسا تعیین شده یا به وجود اومده و یا کنار هم قرار داده شده.
این موضوعیه که ممکنه در اینترنت، سایت ها و حتی کتاب های مختلف باهاش مواجه بشید. معمولاً وقتی مردم میگن کتاب مقدس و کلیسا به وجود آورده، منظورشون اینه که کلیسا یه شورای بزرگ تشکیل داده و کتاب ها رو انتخاب کرده. در واقع اکثر مردم اینو کار شورای نیقیه به رهبری کنستانتین امپراتوری روم میدونن و معمولا دیدگاهشون به این شکله که کلیسای اولیه نمیتونست برای انتخاب کتاب توافق برسه. اونا نمیدونستن چه کتابی رو در کتاب مقدس قرار بدن. بنابراین کنستانتین شورای نیقیه رو جمع کرد و اونا تصمیم گرفتن کدوم کتاب ها رو در کتاب مقدس قرار بدن. پس انتخاب کتاب مقدس کار اون بود که کتاب مقدس رو برای کلیسا به وجود آورد. بنابراین بر اساس نظر اونا کتاب مقدس یه محصول انسانیه. در واقع یه گروه از انسان‌ها کتب اونو انتخاب کردن. بنابراین این کتاب چیز خاصی نیست و نمیشه بهش اعتماد کرد و هیچ دلیلی نداره که این کتاب‌ها رو برتر از کتاب‌های دیگه بدونیم. این یه تصویر بسیار رایج در دنیای امروزه. فقط یه مشکل کوچیک در این طرز فکر هست. اونم اینه که از لحاظ تاریخی نادرسته. مسلماً کتاب مقدس به این شکل گردآوری نشده و هیچ شواهدی دال بر این که کلیسا این کتبو انتخاب کرده و کنار هم قرار داده و به مردم تحمیل کرده وجود نداره. دلایل زیادی برای این هست. اول اینکه شورای نیقیه هیچ نقشی در گردآوری کانون عهد جدید نداشته. وظیفه شورای نیقیه اصلاً هیچ ارتباطی با این موضوع نداشته. در واقع وظیفه این شورا بیان و توصیف الوهیت عیسی به بهترین شکل ممکن بوده. به هر حال کار این شورا تعیین الوهیت عیسی نبوده، چون این یه امر از پیش تعیین شده بوده. کار اونا تنها بیان و توصیف این الوهیت بوده. پس کار و وظیفه اونا ارتباطی با گردآوری کانون کتاب مقدس نداشته. ضمناً کنستانتین قدرت و اختیاری هم برای گردآوری کتاب مقدس نداشته. چرا؟ چون کتاب مقدس از قبل وجود داشته. شما باید اینو بدونید که مسیحیان از مدت‌ها پیش از شورای نیقیه در قرن چهارم کتاب‌های عهد جدید رو به عنوان بخشی از کتاب مقدس می‌خوندن. وقتی به قرن دوم برمیگردیم می‌بینیم که مسیحیان نامه پولس رو در کتاب مقدس می‌خوندن. همینطور اناجیل کتاب مقدس و همینطور کتاب مکاشفه رو. اونم در قرن دوم. پس هیچ دلیلی نداره که فکر کنیم کلیسا کتاب مقدس رو به وجود آورده، چون کتاب مقدس از قبل وجود داشته. خب حالا نقش کلیسا در تشکیل کانون کتاب مقدس چیه؟ ما الهی دانا از واژه‌ای استفاده می‌کنیم که یه واژه بسیار مهم و حیاتیه. ما میگیم کلیسا کتاب مقدس رو شناسایی می‌کنه و همین تصدیق میکنه که این کتاب‌ها از جانب خدا هستن. خب به واژه شناسایی کردن و تصدیق کردن توجه کنید. اینا به این معنی نیستن که کلیسا این اعتبار رو به این کتاب‌ها القا میکنه. نه، این کتاب‌ها خودشون معتبرن چون با الهام از خدا نوشته شدن. اونا خودشون معتبرن چون توسط رسولان نوشته شدن. کاری که کلیسا میکنه اینه که حقیقت رو تشخیص میده و اعلام میکنه. کلیسا اونو تبدیل به حقیقت نمیکنه. کلیسا اونو به عنوان حقیقت اعلام نمیکنه. اون خودش حقیقته. کلیسا فقط تشخیص میده که این کتاب‌ها از جانب خدا و یا الهام گرفته از جانب اون هستن و کلیسا میتونه این کار رو به شکل قابل اعتمادی انجام بده. چرا؟ چون کلیسا با قدرت روح القدس مس شده و قدرت روح القدس به کلیسا اجازه میده تا به شکل قابل اعتمادی این کتاب‌ها رو شناسایی کنه، چون خود این کتاب‌ها هم از سوی روح القدس هستن. یه لحظه بهش فکر کنید. این کتاب‌ها از سوی روح القدس هستن. کلیسا هم دارای روح القدسه. پس کلیسا به درستی میتونه تشخیص بده که این کتاب‌ها از جانب خدا هستند. خب به یه شکل دیگه میگم که فکر میکنم مفید باشه. شما میتونید اینو متوجه بشید که کلیسا به کتاب‌های خدا پاسخ میده یا واکنش نشون میده. وقتی کلیسا صدای شبان خودش عیسی رو در این کتاب‌ها میشنوه، به اون عکس العمل نشون میده، چون صدای اونو میشناسه و کلیسا کاری به جز پاسخ دادن نمیتونه بکنه. کلیسا تنها میتونه صدای شبان خودش رو بشنوه و به اون پاسخ بده. توجه داشته باشید وقتی گوسفند صدای شبان خودش رو میشنوه، این گوسفند نیست که صدای شبان رو به وجود آورده. این گوسفند نیست که صدای شبان رو تبدیل به صدای شبان کرده. گوسفند تنها میتونه صدای شبان خودش رو تشخیص بده. کار کلیسا دقیقاً همینه. کلیسا لغزش ناپذیر نیست. کلیسا کتاب مقدس رو به وجود نیاورده، اما کلیسا با کمک روح القدس میتونه کلام خدا رو تشخیص بده و کتاب مقدس رو شناسایی کنه. خیلی ممنون از شما.